تناقضات آخوند قزوینی در مورد غیب دانستن ائمه. آخوند قزوینی میگوید ائمه از باطن انسانها با خبر هستند. به تعبیر امام کاظم سلام الله علیه که یکی از شیعیان گفت یا ابن رسول الله، ما دور هستیم و توفیق زیارت شما را نداریم. حضرت فرمود در هر کجا که هستید چشمتون رو ببندید، قلبتون رو راهی ما کنید، ما آنچه که در قلب شما میگذرد به اذن الله تبارک و تعالی با خبر هستیم و مطلع هستیم. حالا این وهابی ها به قول چیکار باید کرد؟ اینها نمیدانن و نمیخواهنم بدانن، نمیفهمن و تصمیمم ندارن بفهمن که جایگاه اهل بیت علیهم السلام چیست و کجا هست. اینها این حرفهای بی خود رو میزنند و مسخره میکنند. بنده یک دفعه در برنامه‌ای که در مدرسه فیضیه داشتیم عرض کردم امام رضا سلام الله علیه میداند که من مثلا فلان روز مثلا به دنیا میام، به زیارتش میرم و چه از حضرت میخوام. اینها به عنوان یک غلو و مسخره. نه آقا، ما عقیدمون این هست. اما با هم این کلیپ را ببینیم که میگوید فاطمه دردهای خود را از علی مخفی میکرد و سپری شد اون تاریخی که حضرت زهرا در کنار قبر مطهر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ترس اعتراض مخالفان آهسته آهسته گریه کند و حتی بسیاری از مصائب جانکاه خود را از همسر خود علی مخفی بدارد. کسی به این آخوند بی سواد بگوید شما که مدعی هستید ائمه علم غیب دارند و از آنچه در سینه هاست با خبر هستند، چگونه فاطمه دردهای خود را از علی مخفی می کرد؟ مگر فاطمه نمی دانست علی علم غیب دارد و از آنچه در سینه اش می گذرد با خبر است؟ اگر فاطمه نمی دانست که علی علم غیب دارد، پس چگونه به او نسبت علم غیب و معصومیت می دهید؟ و اگر می دانست که علی علم غیب دارد، پس پنهان کردن دردها کار بی خود و بی فایده ای بوده و کسی که کارهای بی فایده و پوچ انجام دهد نمی تواند معصوم باشد. در پایان این آیه را به این آخوند بی سواد یادآور می شویم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم ای پیامبر، بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم مگر آنچه الله بخواهد و اگر غیب می دانستم سود بسیاری برای خودم فراهم می ساختم و هیچ زیانی به من نمی رسید. من برای مؤمنان تنها هشدار دهنده و مژده رسانم. در این آیه به صراحت ذکر شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علم غیب نمی دانستند، اما دریغ از اندکی خرد. اینها نمیدانن و نمیخواهنم بدانن، نمیفهمن و تصمیمم ندارن بفهمن. اینها نمیدانن و نمیخواهنم بدانن، نمیفهمن و تصمیمم ندارن بفهمن.